میخوام بهت یه قلق یاد بدم که خیلی راحت با هر فرم چشمی که داری، حتی اگر خط چشم کشیدن هم بلد نیستی، خودت بتونی برای خودت خط چشم بکشی. خب برای کشیدن این خط چشم به یک آینه احتیاج داریم و یک خط چشم روون. حالا یا خط چشم مویی یا اگر ماژیکی هست مایع باشه و روون باشه. نباید از مداد استفاده کنید چون ما نباید فشار دست داشته باشیم. ما وقتی میخوایم خط چشم بکشیم اکثرا یا چشممون رو میبندیم و خط چشم میکشیم یا با یه دستمون پلکمون رو میکشیم و خط چشم میکشیم و وقتی که به حالت عادی نگاه میکنیم خودمون رو میبینیم که خط چشممون خرابه و اون چیزی نیست که کشیده بودیم. برای همین اصلا شما نباید به چشمتون دست بزنید و حالت چشمتون رو تغییر بدید. مستقیم توی آینه به چشمتون نگاه میکنید و شروع میکنید به خط چشم کشیدن بدون اینکه حالت چشمتون رو تغییر بدید. اضافه هاشو میگیریم که پخش نشه. کم کم شروع کنید به کشیدن، یهویی یه خط بلند نکشید. مهم نیست اگر که روی افتادگی یا چین و چروک پلکتون هست، شما اون خط چشم رو همون حالتی که میخواید بکشید. ببینید من اینجا روی افتادگی و چین و چروک پلکمه. بعد اینجوری پلکتون رو باز میکنید و شروع میکنید اون جاهای خالی رو پر میکنید. برای کشیدن اون یکی خط چشم قبلیتون رو نگاه کنید، ببینید که خط پایینش کجاست، نوکش کجا قرار داره و سعی کنید اون یکی چشمتون رو هم شبیه به این بکشید. اون چشمتون شبیه به این چشمتون نمیشه، هم برای این که خود چشمتون با هم فرق داره، خب طبیعتا خط چشمم با هم تفاوت داره، و اینکه اون دقتی که شما میکنید و متوجه تفاوتشون میشید، اون کسی که روبروتون قرار داره معمولا اینو متوجه نمیشه. مخصوصا وقتی که موژه میذارید یا ریمل میزنید این تفاوت خیلی کمتر میشه. این چشمم همینجوری به این خط چشممون نگاه میکنیم و سعی میکنیم که شبیه به اون خط چشم بکشیم. برید عقب و نگاه کنید تفاوت‌ها رو. یه سری چیزا رو آینه نزدیک میتونید خوب متوجه بشید، ولی تفاوت کلی رو از دور میتونید متوجه بشید. حتی اگر خط چشم کشیدن هم بلد نیستید، با این روش خیلی راحت میتونید خط چشم بکشید. فقط باید چندین بار امتحان کنید. اولش با خط چشمای ماژیکی و بعد مسلط‌تر شدید میتونید از خط چشمای مویی هم استفاده کنید. چند بار تکرار کنید که اون لرزش دستتون کم کم از بین بره. اینم از خط چشم من خط چشممو روی پلکم ادامه نمیدم، فقط گوشه چشمم میکشم. شما میتونید روی پلکتونم بکشید، فقط هر چقدر به گوشه چشمتون نزدیکتر میشین خط چشمتون باید باریکتر بشه و حتی اگر دیدید که بد میشه این گوشه چشمتون اصلا خط چشم نکشید، فقط روی پلکتون کم کم از باریک شروع کنید و به انتهای چشمتون که رسیدید به اون مقداری که میخواید ضخیمش کنید. امیدوارم که به دردتون خورده باشه و از این به بعد خط چشمای خوشگلی برای خودتون بکشین.